چاره‌بینی ادامه بخشیده به 45 سالگی فعالیت مهنتی و 70 سالگی آموزگاری با تجربه متماتیک علوچی معارفی جمهوری تاجیکستان مولوده کریمова همگان را به تالار مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 مرکز ولایت گرد آورد. در چاره‌بینی امروزه همسبقان، دوستان، خویشان و پیوندان، شاگردان آموزگاری با تجربه و اینچنین نمایندگان از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت اشتراک داشتند. مولوده کریمova زاده شهر خوجند بوده. سنه 15 ینوری سال 1950 در عائله زیایی به دنیا آمده است. پدرش عبدالکریم تاشمتوف سرمحاسبی زواج قنادی، مادر سمد و بی سعادت همچون معلم زبان و ادبیات مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر لنین آباد کار و فعالیت داشت. مولوده سال 1957 به صنف یکم قبول شده. سال 1967 مکتب را با موفقیت ختم نماید و خود همان سال به فاکولته فیزیکا و متماتیکا داخل می شود. دانشگاه را سربلندانه ختم نموده در یکی از مؤسسه های تعلیمی شهر لنین آباد حاضر شهر خوجند در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 شهر خوجند کار و فعالیت میبرد. درباره زندگی نامی این زنی مشفق و غمخوار ساعت‌ها سخن کنیم هم کم است، زیرا آموزگار است با تجربه، زنی است غمخوار و نیکسرشت و پیش از همه نیک نیت. سرداری ریاست معارف ولایت عاصم کریمزاده به سخن برآمده قید کرد که استاد والا مقام و لایق احترام این زنی عالیه در دوام 45 سال فعالیت مهنتی خود برای پیشرفت ساحه معارف سهم ارزنده گذاشته است. استاد عزیز را در ولایت ما، در ولایت سوخت، در جمهوری عزیز ما همچون دانشمند نهایت ممتاز، یکی از شخصیت‌های میشناسیم که در حقیقت هم در تعلیم و تربیت دانشجویانی که صاحب کسب علم طبیعی و ریاضی را داشتند سالهای سال خدمت کرده، همه آنها حق استادی دارند و ما بسیار خوب می‌دانیم که استاد عزیز ما با زحمت‌های چندین ساله خودشان کادرهای نهایت بلند اختصاصی آموزگاران نهایت بلند اختصاصی فن‌های طبیعی و ریاضی را تربیت کردند هستند. شخصاً از نام رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده، از نام ریاست معارف ولایت، مشاوره ریاست معارف ولایت، از نام کل آموزگاران ولایت سوخت استادان عزیز را از صمیم دل با این جشن‌های مبارکشان تبریک و مبارکباد گویم. با شمایان صحت، سلامتی، عمر دراز، خوشبختی و خرسندی ها آرزو کنم و امروز که شمایان دولت پیری میرانید، انا همین دولت پیری شمایان پاینده باشد. آرزو هوس فرزندان، نبیرگان، ابیرگان، شبیرگان خود را بینید. باعث قید است که بهره فعالیت پرثمره خود مولوده کریمova با نشانی سری سینگی علوچی معارفی جمهوری تاجیکستان افتخارنامه و سپاسنامه ریاست معارفی ولایت سوخت قدردانی کرده شده است. در چاره‌بینی تنتنوی دوستان و همسبقان و همکسبانش به سخن برآمده به آموزگار متماتیکی نامی صاحب جشن را با این سنه تاریخی حیاتش شادباش گفتند. قبلدان عزیزان، مادر مشفقه، ما شما را به حد دوست می‌دارم، به حد دوست می‌دارم که کلامش نیست. الهی سربلند دولان کرده، الهی همیشه دوباره تمام خلق باشه. دمی که استاد شاگردی به جان پروریده‌اش را روی کاری می‌بیند به اختیار می‌فخرد که نخل پروریده‌اش ثمره داده است. می‌بالد که توانسته است محصول زحمت بی اندازه و دسترنج زحمت طلب خویش را با بزرگ پیوسته. امروز معلمه مولوده کریمova از آن می‌بالد و می‌فخرد که صدها شاگردان را علم آموخته و تربیت نموده است. ثمر مهنت چندین ساله معلم از مهربان بود که امروز اهل صحبت، اهل تمام شاگردان از خود تا کهنسال امروز تشودن تنها برای جشن فرخنده مادر از مهربان هر کی ما استاد گرام قدر ما را یک جایه قید کنیم. زاد روز مبارک باشد معلم از مهربان. شما انسانی هستید که خوشبخت‌ترین خوشبخت‌ترین، زیرا که تمام شاگردان شما در تمام ساحه‌های مختلف جمهوری ما امروز محنت میکنند. شما سربلند از آن هستید که امروز شاگردان شما یکی راهبر است، دیگر سرور و دیگری سوینکار و در تمام ساحه‌های مختلف جمهوری ما امروز کار میکنند. آبروی عزتی شما است. شما همیشه راهنمای و راهبر جوانان بوده، با قلب تازه و صمیمیت مصلحت‌های مفید میدهید
ва кӯмаки худро аз ҳеҷ кас дареғ намедоред. доимо мададгору ғамбарор ва насиҳатгӯи шогирдону ҳамкаслон будед. инсонпарварию меҳнаттаринӣ садоқат ба халқу ватан шуморо маҳбуби ҳама гардонида соҳиб шудан ба унвонҳои фахрии аълочии маорифи халқи ҷумҳурии тоҷикистон аз фаъолияти бенуқсону софдилона ва хизматҳои пурмаҳсули шумо буд. устоди арҷманд, бори дигар шуморо бо ҷашни мавлудатон табрик намуда бароятон офияти ҳамешагӣ, саодати рӯзгор, комгориву комронии пайвастаро таманно дорам. ҳақиқатан ҳам имрӯз шогирдони устод дар вазифаҳои гуногуни давлатӣ кору фаъолият доранд. ба ин занин яксиришт аълочии маорифи ҷумҳурии тоҷикистон Мавлуда Каримова ки худ гармбахшандаи ҳаёту чароғи хонадон, модари мушфиқи фарзандон, дуогӯи наберагону ёри бовафои ҳамсари азизи кошонӣ меҳру вафо мебошад. осудагии рӯзгору бахту саодати оилавиро таманно дорем. ба ин занинакӯном тан сиҳати, дароз умрӣ ва давлати пириро хоҳон ҳастем. Парвина Аҳрор ва Бароҷон Шерматов барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.